کردم تو خاک عراق و ویزا مهر خورد، رفتم با خانواده اون طرف. مأمور عراقی آمد گفت که استخبارات با شما کار داره. تو من کاری نکردم. گفت نه میخواد شما رو ببینه یه آقایی. گفت رفتم تو اتاقم، یه افسری نشسته ریش تراشیده، تمام از این قبه های نظامی، فارسی خیلی خوب صحبت میکنه. گفت آقای فقیه ایمانی منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت چطور منو نمیشناسی؟ گفتم من شما رو ندیدم که. گفت در سایت الله آزمای بروجرده اون جلو میشستم. عجب تو چه کار میکرد؟ من 4 سال مأمور بودم، بیام وارد بشم به درس ایشون و اطلاعات بگیرم، کی برای ایشون پول میاره، پولش کجا خرج میشه، کی. اینا خیلی مهمه. مسلم ابن عقیل آمد کوفه مخفیانه یار و پول جمع کنه، بالاخره حسین رو فراهم کنه. رفت تو خانه هانی ابن عروه مخفی شد، گفت کسی مطلع نشه تا یواش یواش ما نیرو جمع کنیم، آدم جمع کنیم، پول جمع کنیم، اسلحه جمع کنیم، کوفه رو از دست ابن زیاد بگیرن و به هر حال امام حسین تشریف بیارن. مسلم ابن اوسجه و چند نفر از یاران مسلم ابن عقیل می آمدن روزها تو مسجد کوفه می نشستن، آدم ها رو شناسایی می کردن کی به درد می خوره که نیروی مسلم ابن عقیل بشه، جزو فرمانده ها بشه، جزو نیروهای اصلی بشه. یه روز دیدن یه آقای نماز می خونه اونجا، با چه آب و تابی، با چه آب و تابی، چه نمازی، چه رکوعی، چه سجده‌ای. 1-2 روز مسلم ابن اوسجه رفت و نخیم، نه خیلی مؤمنه، خیلی متدین. خود اون آمد پیش مسلم ابن اوسجه، گفت که آقا شما مسلم ابن عقیل رو میشناسی؟ گفت چطور؟ گفت من از یاران ایشونم، دلم میخواد از یاران ایشون باشم، از خراسان اومدم، یه پول زیادی آوردم، میخوام جزو لشکریان ایشون باشم که برای امام حسین دارن زمینه فراهم میکنن. اسم شما چیه؟ گفت معقل. گفت باشه فردا من شما رو میبرم. فردا دست اینو گرفت برد پیش مسلم ابن عقیل تو خانه هانی ابن عروه. خب ایشون هر روز می آمد پیش مسلم می نشست، هر که می آمد می رفت، پول می آورد، همه رو شناسایی کرد تا ریختن هانی ابن عروه رو دستگیر کردن آوردن پیش ابن زیاد. ابن زیاد گفت چیه؟ خونتو کردی مرکز توطئه؟ گفت قربان دروغه. گفت دروغه؟ به همون آقا گفتن بیا معقل. اومد. نیروی نفوذی بود، نیروی ابن زیاد و قیام کوفه رو یک نیروی نفوذی. ما تو همین جریان‌های اخیر، حالا من دیگه اینا رو وارد نمیشم، خیلی از این موارد دیدیم، خیلی اتفاقات افتاد تو کشور ما تو مباحث مربوط به مبارزات هسته‌ای، اتفاقاتی که افتاد و اینها در واقع نیروهای نفوذی اطلاعات دادن، افراد ترور شدن. چرا باید یه مرتبه سران بزرگ جبهه های مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، شهید هنیعه، شهید سنوار و دیگران، صفی الدین، پشت سر هم. واقعا ما امسال سال پر حادثه ای داشتیم. بنده خدای دو روز میگم من دلم بر اینا که 50 سال یه کتاب تاریخ میخوام بخونن میسوزه، چون تاریخ ها رو باید حفظ کنن، خیلی زیاده. امسال خیلی تاریخ بود پشت سر هم. حالا ما در گذشته گاهی مثلا یه اتفاقی میافتاد 2 سال یه بار، 3 سال، اما امسال پشت سر هم این حوادث. حالا دقت کردید چی میخواد بگه امیرالمومنین؟ 2 تا کلمه: اخبره، امتحان کن طرفو، زود جذبش نکن، زود بهش رأی نده، زود بهش رفاقت نریز، زود اطلاعات رو در اختیارش قرار نده. تقلهی از قلا میاد با قاف، یعنی اگر شما افراد رو آزمودی وقت دشمن از دوست معلوم میشه.